با درود به بیننده عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که این لحظه ها به کانال رادیو آزادی در آزادی ویدیو یوتیوب پیوستند و من شعله گلخوجه هستم که در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان رو میگویم و حالا به وقتی پراگ ساعت رسیده هست و امیدوارم این چند دقیقه رو با ما خواهد گذراند و شروع میکنیم البته از خبری آن که میگویند اجازت سفر بدهید. در شبکه‌های اجتماعی 10 نفر از حکومت تاجیکستان طلب کردند که برای در خارج کشور معالجه نمودن حمزه 4 ساله اجازه داده شود. نبیره خردسال محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی از یک بیماری نادر سرطان رنج میبرد، اما مقامات کشور به او و مادرش اجازت سفر به خارج را نمیدهند. مرزبانی در رابطه با مانع شدن به سفر به حمزه خردسال چه پاسخ داده است در برنامه برای شما مفصل خواهیم گفت. البته در برنامه امروز به بیگومگوهای رهبران امریکا و ایران هم داخل خواهیم کرد که به همدیگر هشدار دادند. حسن روحانی میگوید آنها هیچ وقت از تهدید نترسیدند و در برابر تهدید خواهند کرد. دونالد ترامپ در جواب گفت که هیچگاه نباید به امریکا تهدید نمود، زیرا با پیامد آن روبرو خواهند شد. بازگشت خونالود عبدالرشید دوستم در حالی که خود این گنرال با نفوذ هیچ آسیبی ندیده است، افراد زیادی دیگر در بمبگذاری روز گذشته در فرودگاه به هنگام بازگشتن دوستم کشته و زخمی شدند. گنرال دوستم سال 2017 بعد آن افغانستان را ترک کرد که دوستانی کل به ضد او با اتهام شکنجه و تجاوز جنسی احمد ایشچی رئیس ولایت جوجان و از رقیبان سیاسیش پرونده باز نمود. خود دوستان میگفت که برای معالجه و به سببهای خانوادگی به ترکیه رفته است. مقامات تاجیکستان میگویند در سمت معین کردن خط سرحد با قرقیزستان به پیشروی دست یافتند. از جمله کمیسی‌های دو جانبه در این زمینه خلاصه‌های خود را به حکومت‌های کشورشان ارسال نمودند. مسئولین اداره کمیته زمین در حال از پیشروی در گفتگو با قرقیزستان خبر میدهند که در نیم ساله اولی سال روان در مرز چندین مناقشه ها سر زدند و یکی از جنجال‌های اخیر همگی 3 روز پیش به عمل آمد که با اول بازداشتن چند مرزبان قرقیز و بعداً با آزاد کردن آن این جنجال انجام یافت. بانک جهانی بسیاری از کارخانه‌های عظیم دولتی تاجیکستان را کم درآمد خوانده است. در این میان از برق تاجیک و تالکو هم نام برده شده است که سال گذشته به جای فایده ضرر دیدند. کارشناسان بانک جهانی در مجموع کاری کارخانه‌های دولتی را با استثنای کارخانه تاجیک سیمنت کم ثمر توصیف کرده به دولت توصیه دادند که مدیریت و نظارت مالی آنها را بهتر کند. در این گزارش باز چه ها گفته شده است ما در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر مفصل صحبت خواهیم کرد. بحران به بانک اسخاته هم به تاثیر نماند. اسخاته یکی از بانک‌های موفق مالی نیز در چند مرکز خدمت رسانی‌اش قلف زده و چند فایز کارمندشان را اختصار نموده است. این دیگرگونی در پی تغییر رهبری در این بانک صورت گرفته است. فایز زیاد انتقال مبلغ خود در شمال تاجیکستان از توسط این بانک صورت میگیرد و حدود 40% قرضهای مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان هم به اسخاته تعلق داشته است. چون چرای این موضوع را همین گونه شما در برنامه خبری خواهید فهمید و باز چند خبر گزارش مهمی هم داریم، از جمله در رابطه با شکایت برخی از ساکنان دوشنبه از پرتوگاه عظیم در مرکز شهر که میگوید زندگی آنها را طاقت فرسا کرده است و آنها از این مکان جای گریز میکوبند، اما متاسفانه میگن بنابر همین پرتوگاه کسی منزل‌های آنها را نمیخرد و آنها دیگر نمیدونند به کی در این رابطه شکایت ببرند. و خبرهای دیگری هم داریم از نشست‌های اخیری خبری در هم خود پایتخت تاجیکستان و هم دیگر شهر و نواحی کشور که مقامات در رابطه با موضوعهای مهم به سوال خبرنگاران پاسخ خود را میگویند. البته ما رو پیگیری کنید. برنامه خبری متوری هم گفتم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در آزادی ویدیو یوتیوب طریق پخش مستقیم پیشنهادی شما می شود و فراگیر خبرهای تاجیکستان و جهان خواهد بود. ما رو در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم دنبال کنید و البته سری هم بزنید به شبکه‌های اجتماعی که اونجا رادیو آزادی صفحه های مخصوص خود را دارد.